دوبله خفن کاری میکنه که یه انیمیشن معمولی تبدیل به شاهکار بشه. داخل این ویدیو قرار به 10 تا از بهترین دوبله های انیمیشن بپردازیم. سلام، من محمد حسینم و تا آخرین ویدیو همراه من باشید. شماره 10 رالف خرابکار. قطعا یکی از انیمیشن های برتر دیزنی رالف خرابکاره که دوبله فارسی اون توسط استودیو فردا اون رو به شدت جذاب‌تر کرده و یه اثر به یاد موندنی توی خاطرات ما ثبت کرده. شماره 9 هتل ترانسوانیا. هتل ترانسوانیا یه انیمیشن جذاب و پرمخاطب بود که دوبله استودیو سورن اون رو برای ما فارسی زبانان به شدت جذاب‌تر کرد و میشه از اون به عنوان بهترین دوبله های فارسی یاد کرد. نگران نباش، چیزی که میخوایم یک عدد هیول سگه، مثلا یک عدد هاپوژله‌ای. شماره 8 عصر یخبندان. مگه میشه جایی بهترین انیمیشن ها باشن و عصر یخبندان توش نباشه؟ ترکیب یه انیمیشن خارق‌العاده و دوبله خارق‌العاده گلوری یه شاهکار خلق کردن و عصر یخبندان رو داخل خاطرات ما حک کردن. برای تمام آمی شلیک و همدم من میشی؟ سیدنی کجایی؟ شماره 7 مهاجرت. این انیمیشن به خاطر دوبله خفن کاراکتر گوئن اینجاست که این انیمیشن خوب رو به یه لول خیلی بهتر میرسونه و برای اون باید از استودیو سورن و خانم صادقی که دوبلر گوئنه متشکر باشیم. میخواد مامان بابا رو ببوخه، بعدش هم میاد ما رو ببوخه. من نمیخوام منو ببوخه، من بد بختم خیلی، من نخور. شماره 6 بد گایز 2. فصل دوم این مجموعه که به تازگی منتشر شده با اتفاقات جذابی همراهه و دوبله خفن فارسی اون رو تبدیل به یه شاهکار میکنه و اگه ندیدینش اون رو اصلا از دست ندید. بر اساطیر آفتاب امروز از کدوم ور در اومده اینقدر بالا؟ این چیه پوشیدی؟ اونی که داری میخوری دیگه چیه؟ ماتسالا، ترکیب ماتسا و ماسالا، یه 2 شات هم زهر ما رژی میریختن توش. شماره 5 بچه رئیس. دوبله خفن تمپلتون و برادر کوچکش به هیچ کس پوشیده نیست و این انیمیشن با شعار یک رهبر متولد می شود. یکی از بهترین های تاریخه و دوبله فارسی اون هم یه اثر خارق‌العاده است. من خودم مجبور کنه عالمم باید تنت کنم. خواهی بکنی تنم یه بار تو چوچه چوچه بومبست. شماره 4 پاندای کنفوکار. این انیمیشن خفن برای رفتن تو خاطرات ما و ساختن حال خوب فقط یه چیز نیاز داشت. اون هم یه دوبله خوب بود که گلوری زحمتش رو برامون کشید. شن برای رسیدن به آرزوت باید از روی چیه؟ خودتو برای یک مرگ. شماره 3 شهر اسباب بازی ها. یه اثر خارق‌العاده از پیکسار که به لطف دوبله خوب گلوری به یک نوستالژی تکرار نشدنی تبدیل شد و جایگاه خاصی رو به خودش اختصاص داد. این که اتفاقی واسش نیفته. گرفتی؟ یه اتفاقی داره میفته. اشغال. اوه نه. سب کن ببینم. شماره 2 رئیس مزرعه. رئیس مزرعه یه انیمیشنی که داخل دنیا شاید زیاد شناخته شده نباشه، اما دوبله فارسی خارق‌العاده اون توسط گلوری اون رو به یه اثر محبوب داخل ایران تبدیل کرد و هیچ استودیویی جز گلوری این کار رو نمیتونست انجام بده. شماره 1 شرک. اگر بخوایم جایزه بهترین دوبله و انیمیشن رو بدیم قطعاً اون رو باید به انیمیشن شرک و دوبله خر شرک بدیم که هرچی از خفن بودن ترکیب این انیمیشن با این دوبله بگم کم گفتم. من و تو با هم میشیم تانک سبزکی، هر کی هم بخواد جلومونه بگیره میترسونیمش. واه واقعا خیلی ترسناک بود.
خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر هر کدوم از این انیمیشن ها رو ندیدید، حتما هر کدوم از اینها یه انتخاب جذاب و سرگرم کننده خواهند بود. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو داخل کامنت ها بنویسید و نظرتون رو در مورد ترتیب لیست برای من بذارید. به نظر من این ترتیب بهترین ترتیبی بود که میشد برای دوبله های فارسی انتخاب کرد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و اگه دوست داشتید میتونید ویدیوهای دیگه از چنل من تماشا کنید.